یک عنکبوت بزرگ. بعضی ها فکر میکنن روتیل است، اما روتیل نیست. خداییش زیباست. کمی ترسیده. یک تور بزرگ پهن می کند، حشرات را می گیرد. بسیار مفید برای باغ. اوایل مرداد ماه پدیدار می شود و تا اواسط پاییز زندگی می کند. حشره مفید اما قیافه ترسناک. ما هم باش کاری نداریم، به زندگی ادامه بده پسر. خوش بگذره.